گسترش روابط تجاری در بعد کشاورزی از اولویت‌ها و علاقمندی‌های ایران و مالزی است. به همین دلیل دو کشور در مرداد ماه امسال یک سند همکاری امضا کردند. ما قابلیت صادرات به مالزی رو داریم. خب مالزی تجربیات خوبی رو بحث حلال داره که قرار شد در این زمینه هم در حقیقت همکاری‌های خیلی نزدیکی داشته باشیم. پس از آن هیئت‌های دو طرف آماده اجرایی کردن مفاد این تفاهم‌نامه شدند. ارتباط همکاری ما با کشور مالزی در 3 حوزه فناوری، بحث سرمایه‌گذاری و بحث تجارت شامل میشه. بحث‌های پژوهشی و تحقیقاتی رو در حوزه علل خصوص بحث مرغ آریان و اینکه اونا از این ظرفیت استفاده کنند مطرح شد که ما همین آمادگی رو داریم در راستای اون تفاهم‌نامه و MOU که امضا کردیم بتونیم همکاری مشترکی داشته باشیم. اما برای اجرایی شدن هرچه بهتر این تفاهم‌نامه، هیئتی عالی‌رتبه از وزارت کشاورزی و امنیت غذایی مالزی به ایران آمدند تا موانع احتمالی پیش رو را بررسی کنند و سرعت اجرای همکاری‌ها را افزایش دهند. گل‌های زینتی و محصولات گلخانه‌ای و گیاهان دارویی خب باز زمینه دیگری است برای همکاری بین دو تا کشور و دامپروری، هم در حوزه طیور و هم در حوزه دامپروری. ما جاهایی هم در نظر گرفتیم که بازدیدی داشته باشن. ما تو حوزه توسعه واحدهای دامداری صنعتی موفق بودیم و برای توسعه لازم رو داشتیم و تجربیات خوبی داریم که میتونیم در اختیار کشور مالزی قرار بدیم. در زمینه تحقیق و فناوری تفاهم‌نامه میان دو طرف امضا رسیده، در زمینه برنج و همچنین در زمینه سایر موضوعات مورد علاقه دو طرفین تفاهم‌نامه همکاری امضا شده. امروز همکارانم از بخش‌های مختلف در اینجا حضور داشتن. بسیار علاقه‌مند هستیم به همکاری میان دو کشور مسلمان و می‌خواهیم تا نهایت اقدامات لازم رو برای افزایش هرچه بیشتر مناسبات میان دو کشور اتخاذ کنیم. بر اساس آخرین آمار، حجم صادرات محصولات کشاورزی به مالزی حدود 17 میلیون دلاره که با گسترش روابط این رقم میتونه به بیش از 100 میلیون دلار برسه. سید حسین کاظم‌نیا، خبرگزاری صدا و سیما.